فریدون چو شد بر جهان کامگار، ندانست جز خویشتن شهریار. به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهاد آن کیانی کلاه. چه نشسته ای مادر که فرزند تو فریدون بخشنده ضحاک را خوار کرده و به تخت شاهی نشسته است؟ چه گفتی؟ از فریدون نام بردی؟ آری، اینک او پادشاه 7 اقلیم است. سپاس و ستایش مخصوص ایزد یکتاست که این چنین ظالمان را تحقیر و داد مظلوم از ایشان می ستاند. فرانک با شنیدن این خبر خوش به جوان سوارکار که این خبر را آورده بود گفت: تمام داراییم را به یمن این فرخنده رویداد به فقرا بخشیده و از تو می‌خواهم این دارایی را به فریدون رسانی. سالها می‌گذرد. حالا فریدون فرزندانی رشید دارد که برای حکومتش مفیدند. فرزندانی از شهرناز و ارنواز به نامهای سلم، تور و ایرج. درود بر فریدون پادشاه 7 اقلیم. هر سه برنا شده و خوش سخنند، عمرشان طولانی بود. ای جندل، چشم و گوش ما باشو، کشور به کشور و سرزمین به سرزمین بگرد. 3 خواهر که از نسل پادشاهانند برگزین و آنان را برای ازدواج به دینجا بیاور. جندل فرمان گوش میگیرد و دیار به دیار به جستجو میپردازد تا اینکه به سرزمین یمن میرسد. چند روزی است که در محضر جنابم، لیکن هنوز پاسخ آنچه را که درخواست داشتم نشنیدم ای بزرگوار. اگر تمام یمن را از من طلب می کردی، سهل تر از آن بود که نور چشمانم را بخواهی. سبب تعلل من دوری از دخترانم است. با مهتران و عقلای یمن به بحث نشسته و از ایشان پندها گرفتم. حال پیغام مرا به پادشاه 7 اقلیم برسان و این گونه بگوی که تو سروری و من در مقابل تو سربزیر. دخترانم ارزانی و پیشکش، اما از تو میخواهم 3 فرزند خود را نزد من رهنمون شوی تا ایشان را دیده و با خیالی آسوده دخترانم را به آنها بسپارم. جندل پس از شنیدن سخنان پادشاه یمن از او خداحافظی کرد و با شتاب سوی فریدون تاخت. بیامد چون از فریدون رسید، بگفتان کجا گفت و پاسخ شنید. 3 فرزند را خواند شاه جهان، نهفته برون آورید از دهان. از آن رفتن جندل و رأی خیش، سخنها همه پا پیش. هر 3 پسر به خواست فرمان روای یمن و به دستور فریدون به سوی یمن رهسپار شدند. پادشاه یمن که از ورود این ارجمندان مطلع گردید، درباریان و مردم را به استقبال ایشان گماشت. در میان برادران من مهترم ای سرو یمن. پس سخن را من آغاز می کنم.
پیغام دادی که نزدت حاضر شدیم و شدیم. من سلم هستم و این تور برادر میانی است که ما را مادر یکی است و او ایرج که از پدر با ما یکی است و اینها پیشکشی است از سوی پدرم فریدون که تقدیم تو باد. همچنان رضایت به این وصلت برای شاه یمن سخت و دشوار است. از سوی دیگر نمیتواند خواست فریدون را رد کند، پس برای ایشان طرح و نیرنگی می‌ریزد. پاسی از شب گذشته و فرزندان فریدون در خوابگاه بهاره‌ای که سرو برایشان مقرر کرده به خوابی عمیق فرو رفتند. هیچ کدام از آنان نمی‌دانند که این فریبی از جانب اوست و همکنون خطری بزرگ ایشان را تهدید می‌کند. پادشاه یمن با تصور اینکه تا بامداد فردا هیچ کدام از آن سه فرزند زنده نخواهند ماند به خوابی خوش رفته است. این چه ترفند و حیله است؟ چگونه راه نجات یابیم که نه آدمی پیداست و نه خانی؟ میترسم که در این بیابان جان سپاریم بیان که پدر از ما خبر یابد. یزدان پاک، ما بنده و فرمان برداریم، ما را از بند جادو رهایی ده و رستگار کن. شاه یمن فراموش کرده بود که فرزندان فریدون چون پدر از فر ایزدی یاری می جویند. حال که سه فرزند فریدون از این خطر ایمن شدند، دختران شاه یمن را سوار بر کجاوه و به سمت ایران روانه گشتند. اما از این سو به فریدون خبر رسید که فرزندانت با سربلندی به سرزمین ایران نزدیک می شوند. حال او می خواهد از ذات و فطرت آنها مطلع شود تا دریابد که چگونه ملکش را بین ایشان تقسیم کند. پس به آن علم که آموخته بود خود را در لباس اژدهای عظیم درآورد و نزد ایشان نمایان شد. از خرد به دور است با چنین اژدهایی جنگیدن. برای من چه فرقی می‌کند تو شیر باشی یا اژدها یادش خواهد؟ از این میدان زنده خارج نخواهد شد. صبر کن برادر. تو را چه شده نابکار؟ ما فرزندان فریدونیم. تو را مباد که با گرز و شمشیر و کمان ما روبرو شوی که نابود خواهی شد. کوچکتر از آنی که ما با تو درآویزیم. اگر سلامت خود میخواهی بازگرد و برو. که پدر خوب از خرد و درون فرزندانش با خبر گشته، وقت آن است که پدروار به استقبالشان بیاید. خوش آمدید فرزندانم. حال که به سلامت به آغوشمان بازگشتید، وقت آن است تا شما را خبری دهم. تو ای سلم زین پس شاهنشه روم و خاوری و تو ای تور زین پس تو را برای فرمان روایی ترک و چین برگزیدم و در آخر ایرج تو را به پادشاهی ایران زمین برگزیدم. باشد که روزگارتان به رحم بر مردم بگذرد و زبانتان جز به عدالت فرمان ندهد. فریدون قلمرو فرمان روایی خیش را بین سه فرزند تقسیم کرد، اما از خبث طینتی که دو فرزند بزرگتر داشتند بیخبر بود و نمیدانست
چه بر سر ایشان خواهد آمد. سلم و تور هر یک به سوی سرزمین‌های تحت پادشاهی خود حرکت کرده و ایرج در ایران زمین نزد پدر ماند و این آغاز یک رویداد تلخ است. یا مقلب